سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. اینجا کانال گیمر کالاف هستش و شما میتونید بهترین آموزش کال اف دیوتی رو اینجا آموزش ببینید. بچه ها امروز اومدیم که به شما یک آموزش بدیم. البته گوشیم هم خیلی داره لگ میزنه داخل این بازی. مثلا این بازی به کنار، بازی های کال اف دیوتی یه چند تا ویدیو دیگه هم دارم. خب اینقدر لگ میزد که مثلا ناجور بود. این تازه خیلی خوبشه، این بهترینشونه. خب بچه اصلا از بحث دور نشیم. امروز قرار به شما آموزش بدم که چطور شما بتونید یک گوست بگیرید. یه چند تا یوتیوبر بودن، خب این ویدیوها رو گذاشتن. این گوستی که اینا گرفتن گذاشتن، یکیشون میگفت گوست لژند، یکیشون میگفت گوست متیک. خب ولی من این گوست رو گرفتم. و بچه یه چیزی هم میخواستم به شما بگم، این که آقا این گوست واقعیت نداره. گوست متیک گوست لژند نیستش، یه گوست اپیکه. برای ارزش اکانت هم بد نیستش، خوبه. چون یه گوست هستش میتونیم روش یکم حساب باز کنیم. فقط قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید، ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. مرسی، ممنون. بچه سابسکرایب یعنی این که آقا یک دکمه هستش، یک دکمه مانند دکمه که نیستش، یه چیزی هستش نوشته مشترک شدن. خب اون مشترک شدن رو بزنید، فکر کنم مشترک شدن یا مشترکه، اونو بزنید یک زنگوله باز میشه. اون زنگوله رو بزنید روی همه. وقتی روی زنگوله بزنید یکیشون نوشته همه، خب اون همه رو بزنید تمومه. هر وقت برای شما ویدیو بذارم شما متوجه میشین و کیف میکنین دیگه. خب برو بریم سراغ یک ویدیو خیلی باحال. لیتس گو. خب بچه اول از همه شما باید وارد اکانتتون بشین و بعدش از اکانتتون بیاین بیرون. یعنی اول وارد اکانتتون بشین، بعدش از اکانتتون بیاین بیرون. اینطوری که میخوام به شما آموزش بدم. اول وارد این بخش میشین و بعدش این رو کلیک میکنید و بعدش از اکانتتون میاین بیرون. وایسین تا از اکانتتون بریم بیرون و بعدش کمی صبر میکنیم تا برای ما بیاره و یکم صبر میکنیم. وقتی که آورد که الان داره میاره، شما گزینه کال اف دیوتی رو بگیریم بزنید. کال اف دیوتی که گرفتین زدین، وارد یک بخشی میشین. الان به شما میگم وارد این بخش میشین. یک کم پایین بیاین، اینجا یه چیزی نوشته و زیرش یه خطی کشیده شده. زیر این بزنید، وارد این بخش میشید که تک تکش رو به شما آموزش میدن و خیلی مهمه. اولی میگه که جیمیلی که دوست دارین اکانتتون بهش وصل بشه رو بنویسید. بچه ها جیمیل و پسورد خیلی مهمه. پسورد هم پایینیشه، میگه اون رمزی که دوست دارین رو بگیرین بنویسین. بچه ها هر دوشون مهمن. اگه شما بخواین سی پی بخرین، این دوتا رو نیاز دارین. اگه بخواین به کال اف دیوتی شما به فرض مثال حذف شده باشه، میتونین با این دوتا کال اف دیوتی خودتون رو به اکانت دیگه وصلش کردین بیارین. به همین آسونی. پایینیش میگه ریجنتون رو انتخاب کنید. ریجن شما باید به یک کشور وصلش کنید که ایران هم داره و من به شما پیشنهاد میکنم که روی هند بذارید، چون اگه روی هند بذارید تخفیف ها خیلی کمتر، تخفیف زیاد میشه و شما میتونید گردونه ها رو براش کمتر سی پی بدید. و بعدش این پایین باید بگید که من ربات نیستم. بچه یک روشی هستش خوب که شما میتونید انتخاب کنید. اول اینکه اون بالا بعد وقتی یه تصویرایی میاره که مثلا شما بفهمین که این هستش. خب ولی بهترین روش برای این حل این یعنی این هستش که آقا شما باید چیکار کنید. اول از همه ببینید که اون تصویر کدوم بیشتر تکرار شده. بعدش این دو تیک هم میزنید و این پایین برای من خاکستریه چون پسورد و جیمیل ننوشتم، ولی اگه شما زرد شده بزنید روش. بعدش این شما رو مستقیم وارد اکانت خودتون میکنه. خب بچه این گوستی که بهتون گفتم این گوست هستش که بچه ما میتونیم روش یکم حساب باز کنیم، چون یه گوستی هستش که خوبه، بد نیستش و به نسبت به بعضی از اسکینای اپیک دیگه قشنگ تره. این گوست رو شما باید بتل پس بزنید
که بتل پس نیاز به 220 تا سی پی داره و 220 تا رو شما میتونید از یک سایتی 240 تا سی پی بخرید که 20 تاش بر شما اضافه هستش و میتونید بتل پس بزنید به همین آسونی. بچه حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم حتما بزنید تا هر وقت برای شما ویدیو گذاشتم اولین نفری باشین که اون ویدیو رو ببینید. و بچه میخواستم بگم که من دارم تمام سعیام میکنم که برای شما یک ویدیو خوب بذارم و مرسی که تا همینجا که به من حمایت کردین، دست شما درد نکنه و مرسی دیگه. بعد بچه شورت ویدیو قرار بر شما زیاد بذاریم و سعی میکنیم در کنارش ویدیوهای بلندم بذاریم و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.